میگه یک روز یک شخص، یک مرد از یک قریه میگذشت. بسیار خانه‌های مرسه و مقبول دید. در مابین خانه یک خانه خزپوش دید. گفت خانه از کیست؟ خزپوش گفتن از سعدی. گفت کدام سعدی؟ گفتن سعدی شیرازی. گفتم او که شاعر است؟ ها. گفت خانه سعدی سیب چخیل مخروبه و خزپوش است. میگه یک روز از روزها با امرای سعدی شیرازی در یک دشت دوچار زد. گفتنش کونمو سعدی شیرازی. بعد برش گفت که سعدی یا شیرازی یا نامت بس است، خانت را دیدم از خار و خس است. سعدی سیب گفت دیگران رفتند و ما می رویم، از برای چند روزی ما بس است. بازم به خاطر خوشی شما آهنگای شوخ میخونم مست. ای از کلم قصد کردم، ای از کلم قصد کردم که دست به جانش ببرم، که دست به جانش ببرم. ای از کلم قصد کردم، ای از کلم قصد کردم که دست به جانش ببرم، که دست به جانش ببرم. ببینم های ببینم طاقت داره یا نداره. دختر خاله تو بیا سویم، گلی لاله تو بیا سویم، 14 ساله تو بیا سویم، مکناله تو بیا سویم. ببینم قول داره